هر یه روز شیعه برات حرم میسازه، حرم برای تو شه کرم میسازه، کرم میسازه. آخر برات یه گنبد طلا میسازی شبیه گنبد امام رضا. یا امام رضا به کوریه آیش ما دشمن حیدر، بقیه تو آباد میشه گل پیامبر، گل پیامبر. سر مزارت زریه طلا میسازی. چرا این حرفو میزنی؟ مثل زریح شش گوشه بهش میسازی، مثل زریح شش گوشه بهش مینازی. آخر یه روز زریح تو بغل میگیرم، حسن حسن میگم پای زریح میمیرم. دیگه آجی چی میخوای اونجا بسازیم؟ میسازیم. چی دیگه بسازیم؟ پنجره فولاد میسازیم، حاجت بگیریم، دخیل میبندیم، بدونی بر تو اسیریم، سقا خونه بنا کنیم با شور و احساس. یادتی یه شب چی گفتم؟ سر قبر ام البنین مادر عباس، بابا حرم سقا خونه میخواد. اونایی که رفتن میدونن، من نمیدونم حالا در عوض شد یا نه. قبلا که روبروی حرم پیغمبر در بود، همین بغل دست چپ قبر ام البنین و عمه پیغمبر بود. همه می اومدن گندم میریختن رو قبر ام البنین، بعضی آب می آوردن. آی مادر سقا، ما اونجا سقا خونه میزنیم. آقا میاد و میگیره تقاص زهرا، آباد میشه مدینه با قدوم مولا. یا منتقم التقم